سلام بیننده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای امروز چهارشنبه 1 آگوست تا 15 دقیقه دیگر شما را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ همراهی میکنم. در ابتدا سرخط چند خبری مهم. سفری آخری سیاحان خارجی، سفری که در تاجیکستان به طور فاجعه بار خاتمه یافت، آنها از کجا بودند و چگونه در دنقره کشته شدند؟ بحثی داغ تشخیص پرده بکارت در تاجیکستان، بحثی به گفته بعضی از جامعه شناسان بی‌معنی که به فاجعه میرساند و نشانه خوش اخلاق بودن دختران هم نیست. در عصر 21 این خیلی مسئله گذاری کردن که این همین نشانه اخلاق است، این خودش علاقه به اخلاقی است. پروازی قیمت بلیط هواپیماها، مهاجران تاجیک میگویند بلیط ها به حد گران شدند که بسیاری ها از راه به سوی روسیه برمیگردند. 4000 4500 میگن 500 بلیط سامانه دو برابر قیمت. تفصیل خبرها. خویشاوندانش میگویند به کلین و نبیره محیدین کبیری رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی در تاجیکستان شناسنامه دادند و اکنون آنها میتوانند به خارج سفر کنند. اسلام الدین زین‌الدین بابای ابراهیم طلازاده 4 ساله روز 1 آگوست شناسنامه آنها را بر رادیو آزادی نشان داد ولی نخواست راجع به مسئله صحبت کند. نبیره 4 ساله کبیری بیماری سرطان دارد و مخالفان دولت میگفتند که حکومت تاجیکستان او را برای فشار به کبیری به اصطلاح گروگان گرفته است. برای به شبکه‌های اجتماعی کشیدن مسئله، مقامات تاجیکستان گفتند آمادند به این خانواده شناسنامه بدهند. با گذشت 3 روز از حمله وحشتناک به سیاحان خارجی در دنقره، جزئیات این حادثه روشن‌تر می شود. دیروز ویدیو نشر شد که بر رهبری داعش عهد صداقت دادن 5 عضو گروه حمله‌گران را نشان می دهد. در عموم در حمله روز 29 ایول 4 سیاح خارجی کشته شدند، 3 نفر آسیب دیدند. جزئیات دیگری حادثه در گزارش ساجده میرزا. در این نوار سیاحان خارجی قبل از ادامه سفر به سمت دوشنبه در کولار 90 کیلومتری دنقره توقف می کنند. این 4 نفر جزئی یک گروه 7 نفری بودند که هنگام گردشگری در بدخشان با هم آشنا شدند و یک جا به سوی دوشنبه حرکت می کردند. آن روزی آفتابی هیچ علامتی نداشت که بعد چند ساعت رشته عمر سیاحان در منطقه دنقره کنده می شود. آنها در راه به سوی پایتخت مورد حمله یک گروه قرار گرفتند. در این حمله 4 سیاح وحشیانه کشته شد، 3 نفر دیگری آنها زخم برداشت. حمله روز 29 ایول در 150 کیلومتری شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان رخ داد. با گفته مقامات حمله‌وران اول دوچرخه سواران را با ماشین زیر کردند و بعداً آنها را با کارد و تبر زدند. قربانی های یک روانشناس از هلند، 2 سیاح از امریکا و 1 مرد از شویتزاریا بود. جوی بود و باشی آنها در راه که حرکت میکردن معاین کرده شد، چورابینی‌های دستگیر کننده عملی کرده شد. در نتیجه عملی کردن یکی از آنها دستگیر کرده شد و یکی از آنها در جای در هنگام مقاومت نشان دادن با سلاح نسبت کارمندان در جای حادثه نیست نابود کرده شد و 3 نفر دیگر که در فرار قرار دارند همه چراها برای دستگیر کردن آنها دیده ایستاده‌ایم. گروه تندروی دولت اسلامی مسئولیت این حمله را بر دوش گرفت و روز 31 ایول نواری ویدیویی را به نشر رساند که در آن 5 نفر در زیر پرچم سیاه داعش وفاداری خود را به این گروه اعلان کردند و گفتند که تاجیکستان را به گفته آنها از کافران پاک می‌کنند. در این نوار افرادی حضور دارند که بعداً به سیاحان خارجی حمله کردند. اما مقامات تاجیکستان عین حال این ادعا را رد می‌کنند و انگشت اتهام را به سوی حزب ممنوع نهضت اسلامی برداشتند که در گذشته در حکومت حضور داشت اما سال 2015 به کوشش تبادلات دولتی محکوم و ممنوع اعلان شد. این حمله مقامات تاجیکستان را که تلاش دارند از بخش سیاحی برای رشد اقتصادی کشور و کاهش فقر استفاده کنند شگفت زده کرد. سال جاری سفر سیاحان خارجی به تاجیکستان و قرقیزستان همسایه، 2 کشور کوهستانی، افزایش یافته و 900,000 نفر به تاجیکستان سفر کردند. این رقم نظر به سال گذشته 400% افزایش یافته است. 7 جهانگرد خارجی شامل 3 جفت و 1 مرد فرانسوی بودند که سفارت فرانسه تا به حال نام او را آشکار نکرده است. 2 سیاح امریکایی، جی آستین و لورن گیورگیان،
جای کور خود را ترک نموده و 1 سال قبل جهانگردی خود را قبل از آنکه به اروپا بروند از افریقا آغاز کردند و بعداً به آسیای مرکزی رفتند. قربانی های دیگر طبیبی 56 ساله هلندی رینه ووکه و شهروندی 62 ساله شویتزاریا مارکوس هیمل می باشند که به دوچرخه سواری و سیاحت مهری به پایان داشتند. و همکاران ما در منطقه به شهر نارک به محلی رفتند که ویدیوی تبلیغاتی گروه به نام دولت اسلامی آنجا ثبت شده است. خبرنگار ما میگوید در محلی که برادران متهم به قتل سیاحان به دنیا آمدند مردم حیرت زده و نگران شدند. حضور ماموران میلیسا هم در شهر زیاد است و همسایگان گفتند 2 برادر که در جنایت دست داشتند دانش دینی نداشتند. و گزارشون نظرهای دیگر را درباره حمله به سیاحان خارجی می توانید در وبسایت azadi.org و یا کانال آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. مقامات رسمی میگویند که امسال جنایت‌های اقتصادی و از جمله فساد و رشوه‌خوری در تاجیکستان زیاد شده است. در نشست آژانس مبارزه با کروپسیا و فساد در دوشنبه در این باره صحبت کردند و همکاران ما هم در این نشست حضور داشتند. مقامات اداره مبارزه با فساد در تاجیکستان میگویند بیشتر از همه در ساحه تندرستی، زمینسازی و معارف موردهای سوء استفاده مبلغ‌های دولتی و فساد و رشوه‌خوری را آشکار کردند. رهبران آژانس نظارت مالیوی و مبارزه با کروپسیا روز 1 آگوست در یک نشست خبری در دوشنبه رقم‌ها درباره جنایت‌های مالی را آوردند که زیاد بودن جنایت‌های مالی در این بخش‌ها را نشان می‌دهد. صادرشوی جنایت‌ها در وزارت کارهای داخلی 46، مدافع 8، معارف و علم 63، تندرستی 66، مهنت مهاجرت و شغل اهالی 35، عدلیه 15، کشاورزی 5، کمیته‌های اداره زمین و گیاه‌دزی 64، معماری و ساختمان 11، انداز 16 تمایل زیادشوی داشته در مقامات سودی 12 جنایت صادر و به قید گرفته شده است. استفاده غیر هدفمندانه مبلغ‌های دولتی، از خود کردن مبلغ و حسابات بردرو، ستانیدن رشوه از جنایت‌هایی بوده است که به گفته مقامات در همه این ساحه‌ها دیده می‌شود. رهبران آژانسی میگویند که در 6 ماه امسال بیشتر از 1300 عمل‌های کروپسیونی را در تمام مؤسسه‌های دولتی و غیر دولتی آشکار کردند. در نهادهای دولتی چنین جنایت‌ها زیاد شده است. مقامات تاجیکستان اعتراف می‌کنند که جنایت‌های اقتصادی و به خصوص رشوه‌خوری در تمام سطح‌ها دیده می‌شود و به امنیت کشور خطر دارد. شادمان یتیم، ملا رجب یوسفی، آزادی دوشنبه. رو میاریم به مسائل اجتماعی. طبیبان در مرکزهای تشخیصی میگویند وقتهای اخیر درخواست دختران تاجیک برای تشخیص پرده بکارت قبل از ازدواج زیاد شده است و دخترانی که هم برای تشخیص میآیند خود را تحقیر شده احساس میکنند. مسئله مذکور در جامعه سالهای اخیر زیاد بحث می شود چون بر سر چندین خانواده فاجعه و ماتم آورده است. همکاران ما گزارش جالبی را در این باره آماده کردند و آن را همراه میبینیم. اگر مثال همان مرد که با همان زن خانه‌دار شدنی است باوری نداشته باشد مجبور نشود که آن را برد. این دختر درباره مسئله حرف میزند که در چند سال اخیر با موضوع داغ تبدیل یافته است: تشخیص بکارت پیش از ازدواج. در پی حادثه های از همپاشی عائله ها و حتی خودکشی دختران جوان، برخی ها میگویند این تشخیص مسئله را نه حل بلکه پیچیده تر میکند. البته این تحقیر است، تعقیب است، تعبیز است نسبت دخترها. از این رو در عصر 21 این خیلی مسئله گذاری کردن که این همین نشانه اخلاق است، این خودش علاقه به اخلاق است. بحث بکارت در جامعه تاجیکستان بعد از فاجعه پرسر و صدا و مرگبار رجبی خورشید، عروس در ناحیه واسه که بعد از بحث پاکدامنی با شوهر خودکشی کرد داغ شد. این هم در حالی که او از تشخیص بکارت گذشته بود. چند پیشتر در صفت شاهد شدیم که عالی و نامزد بود، عروس نشده، به خانه شوهر نرفته، دکتر سند داد که باکره نیست، مثلا فاجعه شد، پدر و مادر دختر خودکشی کردن، خود دختر هم دست به خودکشی زد. همین گونه پیامدهای نامقبول دارد. مسئولین کمیته کار با دین، نهاد نظارت و تنظیم کننده مسائل مذهبی در تاجیکستان میگویند در این موضوع بی‌طرف نیستند. ما خاموش نیستیم. در
آن دوره های آموزشی که با امام خطیبان ما برپا میکنیم و اینچنین در آن خطبه های توصیوی بار دیگر که از جانب مرکز اسلامی تهیه کرده می شود قید کرده می شود که وابسته به مسائلی که مبرمی که در جامعه امروز هست شما مردم را فهمونید. در جامعه سنتی و اکثرا مسلمانشین تاجیکستان با مسئله بکارت حساسیت شدید دارند. یک پژوهش معین کرده است که بیش از 90% ساکنان بکارت را مهم می‌دانند. اساساً جوان پسران و در بعض موارد مادران آنها طلب می‌کنند که کلین شوندهشان از تشخیص بکارت گذرد. بچه‌ها بسیار فریب می‌کنند، از کجا می‌دانند و در تولد کردگی خودشون دختر کرده شوهر کردگی. مسئولین شورای علمای تاجیکستان از حادثه‌های زیاد تشخیص بکارت در کشور اظهار نگرانی کردند. این البته مسئله خصوصی است. این خاصه همون مرد و زن جوان است که آیا این چیز را تحمل کرده میتوانند، هضم کرده میتوانند. حتی در حدیث پیغمبر هم آمده است که اگر رفت و گناه یک نفر را بپوشاند، ستر کند، روز قیامت خداوند یک گناه بزرگی او را ستر میکند. پارلمان کشور در آخرهای سال 2015 معاینه طبی پیش از ازدواج را حتمی کرد. اما با گفته متخصصان تشخیص بکارت اختیاری است. تشخیصی که گاه با فاجعه می انجامد. قیمت بلیط هواپیماها در تاجیکستان در یک ماه اخیر به حد بالا رفته است که بعضی از مردم از مهاجرت کاری به روسیه دست کشیدند. هرچند در موسم تابستان قیمت بلیط هواپیماها در بسیاری از کشورها بالا می رود، اما افزایشی که در تاجیکستان مشاهده می شود به گفته اقتصاددانها واقعا تکان دهنده است. همکاران ما جهش قیمت بلیط ها را تحقیق کردند. فرزانه زاهدова برای اولین بار به مهاجرت می رود. نزدیکانش برایش کاری مناسب پیدا کردند. نمیخواهد امکانیت را از دست دهد، اما نرخ چیپته او را نگران کرده است. ادین آمدیم پایان‌تر بود. بیچاره گفتن که بگیرین که قیمت میشه. ما گفتم از زاگران نگیرم که یک بلیط گیرم که سراغش گذاره زاگران داو شود. اگه چیکار میکنم نختم میگیرم اکن. چیپته هواپیما از دوشنبه به مسکو پس از انجام بازی‌های جام جهانی فوتبال به طور رکوردی بالا رفت. قیمت بلیط ها وابسته به سمت پرواز و شرکت های هوایی از 50% تا 1 برابر افزوده است. اگر تا چند پیش ارزش یک چیپته به سمت مسکو از 2060 سومانی شروع می شد، حالا نرخ آن به بیش از 4000 سومانی می رسد. 2000 داشتم کم ترک گفتم خیلی 2200 گفتم ایلش با 2200 کردم با 2400 شد. ششم تصلا بود در کور باش من هم جا کور میکنم تروداور خطی این همین برای همون من سروسیمم که باید همین ششم تصلا در کم ترک ارزان‌تر یوم. در تاجیکستان قیمت چیپته به روسیه معمولا آغاز بهار و موسم مهاجرت بالا می رفت. جام جهانی فوتبال موسم سفر مهاجران را به روسیه تغییر داد. ближайший меньше чем 4000 вряд ли. نرخ بلیط نزدیکترین پرواز نه کمتر از 4000 سومانی است. برای پرواز نوبتی که پس فردا یا اینکه 3 و 4 اوگوست است، نرخ بلیط 4200 و یا 4300 سومان است. البته ما کوشش میکنیم که به مزاجانمون تخفیف کنیم. با آنها تا 100 سومان گذشت میکنیم، اما برای بعضی این مبلغ هم خیلی قیمت است. در پی بالاروی نرخ چیپته هواپیما به سمت روسیه، حالا دیگر مهاجران برخی توسط فرودگاه تاشکند و برخی دیگر هم توسط خطوره به روسیه می روند. محمد هم زیاد فکر نکرد و برای 6 سپتامبر چیپته قطوره‌ای سمت مسکو را خرید. ارزان 1420 می‌خوایم ما در ویگن 4000 4500 میگن. 700 بلیط سامانه میشه. دو برابر قیمت داره. چرا پولیس خاطی میاریم؟ مشکل نمیشه پاییز خاکی توافق با خودو. اما طی کردن 4-5 هزار کیلومتر و صرفه چند روز نه برای همه موافق است. از این رو بازم اکثریت رو به چیپته فروشی های هواپیما می‌آورند. بالا رفتن نرخ بلیط هواپیما در تاجیکستان از موضوع مورد نگرانی ساکنان است، چون اکثر نانآوران خانواده ها برای کار به روسیه روا می‌کنند و نرخ چیپته برایشان بسیار مهم است. و رسیدیم به پایان برنامه امروز. برای دریافت خبرهای بیشتر سری بزنید به وبسایت azadi.org و هم کانال آزادی ویدیو در یوتیوب. در فیسبوک هم صفحه داریم با نام رادیوی آزادی.